شما فکر کنید فقط عموما سراسیمه نشوید. بیبی خدیجه. بیبی خدیجه. شکرونه. از سلام علیکم. بینم هم جورا. اصلی؟ سام. اصلی بسیار دار. نجات ترسن زدنه؟ نه. چی نام دارن؟ من امیرا نمیدونم. راست چه بود؟ باشیم سعید. ما رجب باشه. نه. درود بر شما. باز هم با برنامه ذهنی پرسجو با شما پیوستیم و از دیدارتان بسیار هم شادیم. امروز با درخواست زیادی از شما باز هم پرسش خود را در مرکز ولایت ختلان شهر باختر میگذرانیم، اما در حدود دیگری شهر. چون الان سوالهای برنامه ساده است، مشکل نیست، فقط فکر باید کرد. البته من کمک میکنم، اما ساکنان باید دانش خود را بسنجند. چون قبلی دو بخش داریم با 3 سوالی. سوالهای بخش یکمی ما چنین است: آثارخانه در ولایت ختلان که با اسم دخترانه است. دوم، نام دریای از ولایت ختلان که یک رقم را ایفاده میکند و همچنین قدیمترین عصری که انسانیت در آن زندگی کرده است. بخش دوم ما باشد پاسخ از روی عکس است. 3 عکس از هنرمندان معروف انتخاب کردیم. ساکنان باید بگویند که در عکس کی را میبینند، یعنی نام اصلی این هنرمندان رو باید حتما برای ما بگویند. هنرمندان بخش دوم ما: یکم بابا جان غفوروف، قهرمان خلق تاجیکستان. هاشم گدا، هنرپیشه تئاتر و سینما، همچنین هنرمند در نقش سهراب از فیلم رستم و سهراب. سوم باشد عبدالرحیم نبیوف، حجب‌نگار شناخته که با تخلص بابای مرگان آن را میشناسند. از جریان آزمونی که ما در نشر یکم برنامه برای شما اعلان کرده بودیم حتما در انجام برنامه خواهیم گفت و حالا باشد پرسش خود را در حدود شهر باختر آغاز خواهیم کرد. آثارخانه را بگید که نام دخترانه دارد. نام دخترانه. من کمک میکنم که این آثارخانه در ولایت ختلان جایگیر است. آثارخانه بیبی عایشه. نه. بیبی خانم. بیبی خانم. هنی بیبی خانم است. بیبی عایشه و بیبی خانم. بیبی خانم. آثارخانه بیبی خانم در کجا جایگیر است؟ در همین ولایت ختلان. در کدام شهر؟ در شهر باختر. در شهر باختر. درست. آفرین. این آثارخانه در شهر باختر جایگیر است. شما شاید هر روز میگذارید. حاضر هم شما الکی شما وقتی که حاضر به سیر و گشت برآمدید شاید به نزد این آثارخانه حتما میروید، یعنی که از نزد آن نگذارید از صحنه. آثارخانه نام دخترانه دارد. اگر نامش را گید یک نام دخترانه میشود. در بلندی از وقتی که میگذارید از همین طرف گذاشتید طرف دست راست است. نامش تا احمد دولگی نیست. باز کمک کنم. در رو برای هیکل اسماعیل سامانی جایگیر است. من فهمیدم آثارخانه میگن. آثارخانه چی میگن ویا؟ آثارخانه چی؟ باید نامش چیه؟ نامش نمیدونم. نامش نمیدونم. آثارخانه بیبی بیبی مریم. نه. بیبی چه؟ عایشه. بیبی گل. بیبی خدیجه. بیبی خدیجه. بیبی خرم. بیبی خرم. بیبی خرم. بیبی بیبی خرم نزدیک آمدید. نزدیک. بیبی خا. بیبی خاتون. بیبی خاتون. بیبی خانم. بیبی خاتون. بیبی خانم. بیبی خانم. بیبی خانم. واریانت نهایی شما یعنی چی بود اسمش؟ بیبی. بیبی خانم. بیبی. بیبی خانم. بینم هم جورا. نه. ندیدم. در همین مرکز شهر باختر در باز در مرکزش جایگیر است.
نمیدونم. همین نیست؟ همین اصابخونه. اصابخانه ای؟ نام شد من در یادم میاد. من نمیکی بانوش میگن که آخه. بیبی؟ بیبی. بیبی؟ بیبی. بخشیش میپرسم. من همین سراسی ما نشوید. شما فکر کنید. بیبی؟ شما تصور کنید در رو بروی هیکل سامانی جایگیر است. شما فکر کنید فقط. عموما سراسی ما نشوید. اگر وقت داشته باشید ما نیز وقت زیاد داریم. بیبی خانمش بگیم بروا که. یعنی چی نام داشته است؟ بیبی خانم. آفرین. بیبی خانم است. نمیدونم. شکرانه. آثارخانه شکرانه. آثارخانه شکرانه بود است. آثارخانه بیبی بیبی عایشه. آثارخانه بیبی خانم در کجا جایگیر است؟ در ولایت ختلان. در شهر بختر. همین آثارخانه. بله. درست. دریای پنج. دریایی؟ دریای پنج. دریای پنج. دریایی؟ دریای پنج. دریای پنج. جواب درست است. دریای پنج. دریا دریایی؟ 70 سالگی بودی بخشای دریای بخشای. یک دریای بسیار مشهور است. با حرف پ آغاز می شود. پ دریای پنج. دریای پنج. داره پنج. نه پنج. پنج. او نبوده شش بشه. نه پنج. دریای پنج. نفهمیدم. من میگم شش است. نه دریای پنج است. دریای پنج. جواب دریای پنج درست است. نام دریای را از ولایت ختلان بگید که یک رقم را ifade میکنه. مثلا ما داریم دریای 20 40 50. یک دریا داریم که یک رقم ifade میکنه. اگر نامش را بگیم یک رقم میشه. پنج. پنج درست است. پنج. دریای پنج. پنج. قدیمترین عصری که انسانیت یعنی انسان در آن زندگی کرده است کدام عصر است؟ عصری سنگ. عصری سنگ. عصری سنگ قدیمترین عصر انسانیت از سر گذرانیده است. عصری سنگ می باشد و در آن دوره انسان ها و یکم به شکارچگی مشغول بود. انسان هایی که یکم در عصر سنگ پیدا شدند آنها چی طور پیدا شدن آتش را نیز نمیدانستند. آنها بدتر گوشت را خام پخته می‌خوردند. انسان‌های قدیم‌ترین اصلا گوشت را خام می‌خوردند و بدتر آنها گوشت را که پخته خوردند و طعم آن را فهمیدند که چگونه است و انسان‌های قدیم‌ترین به ما یادگاری‌های بسیاری را مانده است. قدیمترین عصر سنگ. عصری سنگ. آنی باز وارنت دیگر ندارید؟ نه من ندارم. عصر سنگ. از کجا فهمید عصر سنگ؟ یعنی عصر قدیم ترینه که انسانیت در آن زندگی کرده است عصر سنگ است. عصر سنگ. عصر سنگ درست. عصر بسیار داره. همین عصر قدیم ترین عصری که انسانیت در آن زندگی کرده عصر بسیار. بسیار بسیار قدیم ترین همین عصر. من راستی گپ چیدر کارم چیزی که نمیدونم. یعنی نمیدونید. عصر سنگ است. عصر سنگ. آفرین. عصر سنگ است. عصری سنگ. عصر سنگ. عصر سنگ. پاسخ از روی عکس. شما باید بگید که در این عکس شما کی رو میبینید؟ آماده اید؟ این نفر کی است؟ نمیدونم. فکر کنید وقت دارید. بابا جان غفورov. خوب نگاه کنید. با همون کس ماننده بابا جان غفورov. کی است؟ نمیدونم. همون بابا جان غفورov. از بابا جان غفورov چی میدونید؟ قهرمانی تاجیکستان رو داره. قهرمان تاجیکستان. باز دیگر یک کتاب بسیار معروف دارد. کتاب تاجیکان است. اثر بسیار معروف است. بله همون تاجیکان است. کدام اثر است؟ همین اثر تاجیکان است. شاید تاجیکان نباشه. نه همین تاجیکان است.
شما با بواری گپ زنید. تاجیکان است یا دیگه؟ بله همین اثری همین باباجان غفورов همین اثر تاجیکان من باور نشون نمیکنم. دوستاتون میگید که این اثر نام دارد تاجیکان که باباجان غفورov خوانا نوشته است. درست است یا نه؟ شما کتاب باباجان غفورov خوانده اید؟ نه اوما نه. دیدگی هم نیستید. دربارش نشنیدید. نه شما دیدگی؟ همین بله کتاب رو دمم و مطالعه ننمودم یعنی جواب درست وارینت آخری شما کی است؟ کتاب تاجیکان است کی است این نفر؟ باباجان غفورov باباجان غفورov. واقعا باباجان غفورov است. درست است. قهرمان تاجیکستان است. کمک کرده. قهرمان جمهوری تاجیکستان. قهرمان تاجیکستان کی است؟ قهرمان جمهوری تاجیکستان است. یعنی کی است؟ من فهمیدم قهرمان تاجیکستان است. یعنی کی است؟ نام و نامش کم تبریک. میرزا تورسنزاده نه؟ نه. یعنی میرزا تورسنزاده است. نه میرزا تورسنزاده نه. کی است؟ خوب فکر کنید. من کمک میکنم. یک کتاب بسیار تاریخی دارد که عین زمان با تشبث پیشوای ملت اینا به هر یک خانواده تاجیک علاقه این کتاب تقسیم کرده ایستادند. کتابی شاهنامه؟ نه کتاب تاجیکان. شاهنامه تاجیکان. یعنی شما میگید شاهنامه. شما چی میگید؟ کتاب تاجیکان. درست. کتاب تاجیکان. مؤلف کتاب تاجیکان است. مؤلف اثر تاجیکان است. اما بگید کی است آخرین؟ مؤلفش با باباجان زین‌الدین. باباجان زین‌الدین. باباجان زین‌الدین. نه خیلی نه. باباجان جمعه باباجان خان. غفورov. مؤلف کتاب تاجیکان باباجان غفورov میباشد. من فهمیدم مؤلف کتاب تاجیکان باباجان غفورov. در عکس کی است شما بگید؟ این کی است این نفر؟ باباجان غفورov است. ما گفتن میرزا تورسنزاده است. نه. شاید میرزا تورسنزاده باشه. نه باباجان غفورov است. یعنی واریانت آخری شما کی است؟ باباجان غفورov. باباجان غفورov. این نفر در حقیقت باباجان غفورov است. آفرین. برای که کتاب تاجیکان را باباجان غفورov مؤلفش میباشد و در تاریخ همین تاجیکان در آن درد شده است. تاجیکان در آن درد شده است. آفرین. این نفر کی است؟ استاد باباجان غفورov نویسنده خلق تاجیک مؤلف اثر مشهور تاجیکان. من کمک میکنم. قهرمانی تاجیکستان است. قهرمان خلق تاجیکستان. باباجان غفورov. باباجان غفورov. آفرین. قهرمانی چی میدونید درباره باباجان غفورov؟ قهرمان بسیار که مثال کتاباش خواندیم. مثلا کدام کتابش؟ تاجیکان نیم شو خواندیم. درست گپ بسیاری بعد ایسنوز را گفتیم امی کتابای و مثال کمک تنخیصی کشیدیم با خونده میشه خونده ایسایی. یعنی در جریان خواندن کتابی تاجیکانی باباجان غفورov است. بسیار خوب مینویسه. باباجان غفورov. نشناسیش. من کمک میکنم. بسیار اثری بیزوال دارد. یک اثری بسیار معروف دارد. همچنین قهرمان تاجیکستان نیست است. باباجان غفورov. باباجان غفورov. باباجان غفورov. چی میدونید درباره باباجان غفورov؟ کتاب تاجیکان اخیر نشر کرده گیا. نوشته است. مؤلفی اثر بیزوالی تاجیکان. شما فیلم تماشا میکنید؟ فیلم‌های تاریخی، فیلم‌های تاجیکی، فیلم‌های هنری را ندیدید؟ فیلم جنگی است با سلاح است. من کمک میکنم. این از روی اثر بیزوالی فردوسی در این نقشی که من علاقه این عکس رو آماده کردم از روی همان اثر نقشی
سهراب بازده است. سهراب. یعنی این هنرمند کی است؟ این هنرپیشه چی نام دارد؟ کمک میکنم. این هنرمند هاشیم ما یکم برای فاندیسه بینیم. ما ندارم. هاشیم هاشیم گدو. آفرین. هاشیم گدو. هاشیم گدو. درست. این سرلشکری سلجوقیان. سرلشکری سلجوقیان. نه این نفر سرلشکری سلجوقیان. نه سرلشکری تیمور ملیک نه. سپیتامن. اخیلیس. سپیتامن است. سپیتامن. این سپیتامن است. هاشیم یک چند کتاب ها نیز تالیف کرده است. هاشیم گدو. این هنرمند هاشیم گدو است. آفرین. این با فکرم سیاوش از که رستم و سهراب داستانی از شاهنامه فردوسی. این همون هنرمندی است که نقش سهراب بازیده است. اما نام و نسب خودش چی است؟ نه نامشان هم بدون میکروسی. کمک میکنم. هاشیم خانه هاشیم. هاشیم سعید. هاشیم سعید. هاشیم سعید. هاشیم سعید. نمیدونم راست. هنرمندی تئاتر و سینما است. این انسانی هست که همه باید این کسا را بشناسند. همه باید بشناسند. درست. شما بگید که آیا این نفر رو میشناسید؟ هاشیم گدوی. هاشیم گدوی. هاشیم گدوی. هاشیم 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 جان گدوی. هاشیم جان گدوی. یعنی واریانتی آخر شما کی است؟ هاشیم گدوی. هاشیم گدو. آفرین. نمیدونم. نام نسبش به مالا شما اول تخلصش گید قبول. بابای مرگانه. بابای مرگان. درست. نام نسبش رو نمیدونم. عبدالرحیم. نمیدونم. نمیدونم. یک بار چیکار کنم. کم تری دیگر چیکارش با می. عبدالرحیم نه. عبدالرحیم نه. بی. نمیدونم. نبی شو. شاید نبی خول. شاید باشه. نبیوف. یک تاشو انتخاب کن از تو. نبی قل، نبی شو، نبیوف. عبدالرحیم. عبدالرحیم. نبیف. نبیف. عبدالرحیم. نبیف. نبیف. نبی شویف. نبیف. نبیف. یعنی ولایت آخرش ما نبیف. خیلی درست است. این هنرمندی حجب نیگور است. حجب نیگور. حجب نیگور؟ شما صحنه‌های حجبی این هنرمند در توسط تلویزیون یک توسط شبکه‌های اجتماعی بسیار فکر میکنم دیدید. حداقل تخلصش هم نمیدونید. بابای مهراب. نمیدونم. متاسفانه ما ایران نشناختیم. بابای مرگان. بابای مرگان. این بابای مرگان است اما نام مناسب پرای خودش چیه؟ یا نمیدونم. این تخلصی عجب نگاریش است. اما خودش. نمیدونم شما نمیدونم کدام تاریخ نوارم ما خشم تاریخ تخلصش میشناسیم. که نامش نمیدونم. نامش با حرف آ آغاز میشه. عبدالله. عبدالله. نه. کی باشه با عبدالله؟ محمود جان واحدوف. محمود جان واحدوف. محمود جان واحدوف مثال. یعنی در عکس شما محمود جان واحدوف میبینید. من این در نقشی وای
محمود جان واحد با من میبینه من میدونم من همین را روز گم نام شر خال نمیپرسم ما تخلصش به شما میگم شما نامی خورش رو بگید بابایی من این را روز بابای مرگان بابای مرگان من همین را نمیدونم راست چه بگم بابای مرگان نام اصلیش چیه اما از شلم علم عبدالرحیم نبیف. عبدالرحیم نبیف آفرین هاشیم عبداللهیف شیم عبداللهیف. هاشیم عبداللهیف بله. نام اصلیش چیست نام اصلی هنرمند چیست نام اصلیش محمد رجب باشه نه. محمد رجب محمد رجب عبدالرحیم نظراللهیف عبدالرحیم نرزلایف. عبدالرحیم نبیف است. ساکنان شهر باختر در پرسش امروزه نیز تا جای توانستند پاسخهای مشخص داده دانش خود را سنجیدند. جنبستی آزمونه که در نشر اول برنامه اعلان کرده بودیم حالا هم ادامه دارد. شما می توانید از شرط اساسی آن توسط شبکه‌های اجتماعی وارد شده برنامه ما را دسترس کنید، یعنی نشر یکم را و حتما از شرط‌های آزمون با خبر شده اشتراک نمایید. این برنامه ذهنی پرسجو بود که این بار نیز در حدود شهر باختر ثبت کردیم. تا دیدار دیگر خدا نگهبان شما.